فتنه از هر طرف به من و شما هجوم میکند و سرازیر هست. فتنه کفار، فتنه ملحدین، فتنه منافقین، فتنه مشبهین، فتنه فرقهایی که خود را به اسلام نسبت میدهند. فتنه به نهایت زیاد است. در این روز انسان نباید عقیده خود را از هر جا مبنی کند، از هر جا پره بکند، بنا بکند، بلکه امروز باید هر یکی من و شما در علم عقیده به نهایت با دقت باشیم، به نهایت اهمیت بدهیم و این علم را از جایش بگیریم. العلم دین فانظروا من این تأخذون دینکم. خیلی که علما میگن علم گرفتن، خصوصا علم عقیده، این دین است. علم عقیده گرفتن یعنی دین گرفتن است، پیدا کردن دین است، گرفتن دین است. پس پیش از این که علم عقیده را میگیرید ببینید که این علم عقیده را یعنی دین خود را از کی میگیرید. از یک کسی که فقط سخنهای بیهوده میگوید، افسانه میبافد، تاریخ میگوید، سیاست میگوید، البته سیاست غیر شرعی، سیاست فکری فلسفی کلامی خود، مثل حزبی ها که همیشه در لهو خود مشغولند، یا که از منافق و مبتدع عقیده میگیرد. پس برادرم و خواهر عزیزم بارک الله فیکم، شما علم عقیده خود را از قرآن و سنت بگیرید و از طالب علم و علمای اهل سنت و الجماعت بگیرید که منهج دارند، راه دارند، اونها مشخصند، استادهای اونها مشخص است، منهج اونها مشخص است. نه لقب مرجعه دارند، نه خوارج هستند، نه میل به مرجعه دارند، نه میل به خوارج دارند و اونها وسطند. خیر الامور اوسطها، وسطیه. ان امتکم امت وسطا. امتی ما امتی وسط است، عقیده ما هم عقیده وسط است و دین ما هم دینی وسط است. پس بارک الله فیکم کوشش بکنید که تمام مسئله عقیدوی و غیر عقیدوی، خصوصا عقیدوی را در همه حالت به قرآن و سنت بازگردانید. و وقتی که شما نمیدانید، البته هر یک انسان به قرآن و سنت بازگردانیده نمیتواند، مقصد ما این است که به علما بازگردانید، به طالب علمان اهل سنت بازگردانید. شما یک مسئله عقیده را نفهمیدید، باید از طالب علم اهل سنت و از علمای اهل سنت و الجماعت بپرسید، نه از یک انسان جاهل، یک انسانی که اصلا از علم عقیده بیخبر است، خرافات پرست است و اهل بدعت است. از اونها علم عقیده را نپرسید و از اونها گرفته هم نمیشود، چرا که یک غلط کردن، یک خطا کردن در علم عقیده شاید تمام عمل شما را خراب و برباد بکند. بارک الله فیکم.